سلام به همه برادران پادپیچکای کانال. خوش آمدید به کانال ما. در امروز ویدیو من به شما چطور مثال های متماتیک، شیمی و دیگر فن ها را کار کردنش را نشان میدهم. تا آخر ویدیو تماشا کنید، ما حتما به شما با پرگی میفهمونیم. برای کار کردن مثال ها پروگرام لازم می شود. سیلک پروگرام در اپیسان ویدیو و داکومنتاریا در روی دستمان سیلک اسکرینشات کرده گیرید. وقتی که پروگرام را استفاده کردید می دارید به داخل پروگرام و در اینجا می براید. با این پروگرام می توانید همه نمودی مثال ها را کار کنید. در اینجا در بالا پخش کرد. در اینجا مثال های الگبرا، اسنوف، متماتیکی، شیمیا و باز دیگر چیزها هست. و در اینجا ما مثال های الگبرا را انتخاب کرده گیم. در اینجا می توانید همه نمودی مثال ها را کار کنید. در اینجا چیزی دلخواهتان را می نویسید و مثال بایگان رقم و در اینجا در بالای میز نچوک پخش میکنید و در اینجا چطوره که دیدید جواب رو برآورد و همینجا جواب مثال رو برآورد. و در اینجا راه آسانش برادرها در بالای همین کامera پخش کرده. همین کامera در یگان کاغذ مثال را نوشته به کامera نشان دهید و در بالای کامera پخش میکنید. در اینجا در بالای مثال میمانید کامera را و مثال را رسم میگیریم. و بعدا در اینجا انتخاب میکنید. و چطوری که دیدید در اینجا جواب رو برآمد. جواب میتوانید مثال ها رو کار کرده سنجید که جواب ها رو آیا درست میبرد یا نه. من مثال خودم سنجیدگی هستم. همین مثال ها رو در اینجا پروگرام درست حساب کرده میدهد و در اینجا میتوانید دیگر مثال های فن ها رو هم کار کنید. در اینجا شیمیا هست. مثال های شیمیا رو هم کار کرده میتوانید. خب برادران، ویدیو با همین با آخر میرسد. ویدیو با شما مخصوص باشد لایک مانید، در کانال ما پادپیچ کرده و ابونه شوید.